میدونید چرا این بیزینس معجزه قرن نام گرفته؟ شگفتی دنیای تکنولوژی نام گرفته؟ چون این بیزینس نیاز به تجربه خاصی نداره. بدون نیاز به مدرک تحصیلی. بدون خرید و فروش کالا. بدون محدودیت زمانی و مکانی. بدون محدودیت سنی. از هر قوم و هر نژاد. فقط با 2-3 ساعت کار در شبانه روز. 3 ابزار، موبایل، لپتاپ و اینترنت تنها چیزیه که نیاز داری. زبان انگلیسی سطح بالایی هم نیاز نداره. در ضمن بازنشستگیش بین 3 تا 5 ساله. حقوق بازنشستگیش هم از $5000 در ماه شروع میشه. رئیس خودت هستی و با تلاش بیشتر میتونی هر ماه درآمدتو بالاتر ببری. علم دیجیتال مارکتینگ رو در 7 پلتفرم سوشال مدیا یاد میگیری. آموزش ها هم خیلی ساده و مرحله به مرحله. آموزش ها تکمیل شد، خودت هم میتونی آموزش بدی و یک کارآفرین باشی. همیشه با علم روز دنیا آپدیت میشی بدون اینکه مجبور باشی هر بار هزینه کنی. یه کوچ و یه منتور فارسی زبان همیشه در کنارت هستن. یه بیزنس آیدی میگیری که میتونی باهاش در تمام دنیا درآمد داشته باشی. البته به جز ایران و افغانستان. این بیزنس قابل انتقال به فرزندان هم هست. از همه مهمتر یک کمپانی ژاپنی معتبر ما رو ساپورت میکنه که بیزنس مدلش به عنوان یک اختراع ثبت شده.